سیم فاز اول میاد داخل کلید مینیاتوری، بعد از کلید مینیاتوری میره 15 کنترل فاز، نگاه کنین کنترل فاز، از 18 کنترل فاز میاد 15 کنترل بار، از 18 کنترل بار میاد میره کجا؟ میاد میره بالا سر شستی استارت. بچه ما تو جلسه قبلی در مورد مدار فرمان لحظه‌ای و دائم کار صحبت کردیم، ولی این مدارات فقط برای روشن خاموش کردن موتور هستن. اگر هر مشکلی برای موتور پیش بیاد به هیچ عنوان اینا قطع نمی‌کنن. خب ما یه سری تجهیزات حفاظتی رو میایم بالا سر این مدارها قرار میدیم که اگر هر کدوم از این تجهیزات حفاظتی مثل کلید مینیاتوری، کنترل فاز و کنترل بار قطع کرد، دیگه شاسی استارت عمل نمی‌کنه. مثلا من این کلید مینیاتوری رو قطعش میکنم، نکنید دیگه قطع نمیکنه تا زمانی که وصل بشه دوباره بزنم عمل بکنه. خب ببینید در مورد عملکرد کنترل فاز و کنترل بار و کلید مینیاتوری من جلسه قبلی صحبت کردم. نکنید من از یه فاز سه فاز نکنید کنترل فاز رو قطعش میکنم، نکنید دیگه رله عمل نمیکنه و مدار فرمان روشن نمیشه. خب بچه ما برای اینکه کنترل فاز و کنترل بارمون بتونه عمل بکنه نیاز به تغذیه دارن. خب ببینید کنترل فاز نیاز به 3 تا فاز داره که بخواد بیاد با هم دیگه مقایسه بکنه و سیم نول هم نیاز داره. البته کنترل فازهایی داریم که مثل این نیازی به نول ندارن، ولی مشکلش اینه که دیگه سیم نول رو حفاظت نمیکنن. من بهتون پیشنهاد میکنم که از کنترل فازهای نولدار استفاده بکنید. 3 تا فاز از زیر کلید مینیاتوری اصلی میگیرید میارید توی ترمینال فیوزخوره. خب برای حفاظت کنترل فاز از برگشتش میگیرید میارید اینجا، میارید بالا سر خود L1 L2 L3. البته از همین فیوزهای ترمینال خور برای چراغ‌های سیگنال هم میتونید سیم پیشی بکنید. تغذیه کنترل بار چجوریه؟ تغذیه کنترل بار یه آیکادو داره، یعنی یه برق تک فاز باید بهش بدیم. من میام مثلا خروجی 18 کنترل فازم میگیرم میدم به آیک کنترل بار که اگر هر مشکلی توی برق شبکه پیش اومد کنترل فاز قطع کرد، کنترل بارم حفاظت بشه و به آدوش هم یه نول مستقیم میدیم. خب حالا با این مدار فرمان حفاظت هایی که کشیدیم نگاه کنید، اگر هر مشکلی برای فاز شبکه پیش بیاد کنترل فاز قطع میکنه، اگر موتور جریان اضافی بکشه کنترل بار قطع میکنه، مسیر کنتاکتور رو میبنده، مسیر جریان کنتاکتور رو میره لاک عمل میکنه، تیغا باز میشه، دیگه به هیچ عنوان جریان به کنتاکتور نمیرسه. یه کنتاکتور بخواد بیاد برق موتور فاز رو روشنش بکنه، اینجوری موتورمون حفاظت میشه.